امروز میخوام یه پارک آبی تو دبی بهتون معرفی کنم که ممکنه نمونهش رو تا حالا ندیده باشین. این پارک آبی روی دریا هست و کلی وسایل بادی و سرسرهای بادی برای تفریح و لذت بردن و یه روز هیجان انگیزه. بریم با هم ببینیم چه خبره. این پارک آبی بزرگترین پارک بادی روی دریا تو دنیا و توی ساحل GBR هست. هزینه بلیتش برای هر نفر 120 درهمه و از ساعت 9 صبح تا 6 عصر میتونید اینجا باشید و از این پارک و بازیاش لذت ببرید. اینو هم در جریان باشید اگر با ماشین میاید هزینه نزدیکترین پارکینگ به اینجا ساعتی 20 درهم هست. اما اگر از رستوران‌های اطراف هم خرید بکنید پارکینگتون تا 3 ساعت رایگان میشه. لایک و شیر یادتون نره و این پست رو بفرستین برای کسایی که قصد سفر به دبی دارن.